امتیاز برای شماست. دایرکت رو دیر باز کنه با کلاسه. من دوستش دختر باشه. بره پاس فایل کتوشو. تو جمع گفته سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. حامد تبریزی کنار سلام و عرض ادب و احترام گلگلی تبریزی هستم. آقا مهدی تبریزی هستن که قراره یک چالش به این صورت که توی جعبه اینه که ما چند تا اسمی رو بچه‌ها پشت صحنه نوشتن که خدا سرشده. نه من دیدم، نه آقا مهدی. خدا شر شاهده. خدا شر شاهده. خدا شر شاهده. من اسم رو میبینم واسه آقا مهدی 3 تا صفتشو نام میبرم. آقا مهدی اسمشو تشخیص میده و همین بالعکس میشه. همین برعکس. بریم که داشته باشیم. خب آقا مهدی شما اول فرست کن یا من؟ یکی مو فرست که من خوابم میاد میرم وسط برنامه. نگاه نکنید، شما نگاه نکن برام. من به اون یکی هم نگاه نکردم. خب 3 تا صفتش. موزه. صفت اول تنبل. صفت دوم پشت گوش انداز. تو دومی بگم امیرعلی عبدلی. امیرعلی عبدلی میخواین؟ آره امیرعلی عبدلی یعنی به چی؟ یعنی به پشت گوش اندازترین آدمی که ما دیدیم. مثلا یه کاری رو بهش میگه باشه و رفت یه کارش. مرسی. فرست تایم. الان امتیاز برای شماست. آها یه دونش باید نگاه کنین و بقیه‌شون نباید نگاه کنین. خب اون بار نگاه کن من در بیارم از داخل. از اینایی که فکر میکنه دایرکت رو دیر باز کنه با کلاسه. خب رفیقت سجاد نظریفر. آره یه دونه من خصوصیت گفتم. سجاد یکم دیر باز میکنه. بعد یکم برمیگردی مثلا تو این اینستاگرام پیام میدی، میگی تو واتساپ پیام بده، تو واتساپ پیام میدی، میگه که تو این اینستاگرام پیام بده. کلا جواب بدهش آنتن نمیده. چطور گفتم؟ اون برای خب موزه نیست. خیاره. چند تا از صفتاش فکر کنم دوستش دختر باشه. خب آلفا به چی میگه؟ رهبر. میلاد خواه. خصوصیاتش نبودا گفتم که دوست داره دختر باشه. میخواستم بهت بگم کیه بدونی که از بچه‌هایی که پسر زنپوش به اینا میگم. و میلاد رفیق خوب منه، خیلی بچه گلیه، مشتی، با معرفت، از 100 تا مردم مردتره. چرا سایلنت نمیشه گوشی من؟ اینا الان سایلنت شد. بلد نیستم، تازه گرفتم گوشی رو. اسفایی من اون برای نگاه کن. باخت طاقات داشتم. راجع به صورتم باید بهتون بگم که میزوفرلینک کردم. چی؟ میزوفرلینک ایزومتریک. نه ایزومتریک یه سال نمیدونم، بعدا ادیتور بهتون میگه. بخاطر این کرم مالی اون برای نگاه کن. یه لایه از پوستمو برداشته و زخم شده، باید کرم بزنم مرطوب بشه. توضیحاتم هم تو ویدیو بهتون میدم. خصوصیات اخلاقی. بفهمید. اینم عین میلاد دوست چیز کاراکتر اونجوریه. بله. دوست داشتنیه. زنمه. امیر سلیمانی. چهار با چهار.
این خصوصیات اخلاقی نمیشه زنمه. ببین نداره به تو ربطی نداره، میخواستم کمکت کنم تا الان همه تشخیص داری. خب مدعی همیشه بگم توی اولیه، ولی اگه چیز نبود بگو نه بقیه رو بگو. محمد معماریان. نه خب برو. نه دیگه سوخت دیگه. نه دیگه گفتم بهت دیگه اول تو اینو میگم بعد مدعی تو فکر میکنه زرنگه اینو نگفته بود. و اینکه خب و بازم فکر میکنه خدای طنز و ایده است. دوست ندارم اسمشو بیارم. کامی های بایه. کامی های کسی که دوست منم، خوب من. ماست و اینکه عزیز دل منه. رفیقمونه. خصوصیات من اخلاقیشو شوخی گفتم. کردم. دوست ندارم چون آره کامی خیلی بچه گل مشتی با معرفت، ولی خصوصیات خاصشو گفتم که بدون. یعنی به هر اسمی در بیاد بگم مشتی گل خفن ناب ناز، همه رفیقای ما بچهای گلی ان لاندستی بر پاس فاین کد شوری آنستران کرانک پاپ ناکسینگ شو. وای تیجر منه تیجر منه بتاه تیجر تپوله همش واینره کسی نمیشه. بهادر نوید بهادر رو داره. آره تپوله که دارم میگم. بهادر تو یکی از کلیپای ما نقش ایفا کرده و چشاش چپه اینجوریه. دوست داره حرف خودش باشه. بگم نه نمیسوزم. میسوزی. بگو. حرف خودشه. میدونم چیه. بد اخلاقه. خب. چند تا گفتم؟ دو تا. دوست دو داره نفر داریم. محمد معماری محمد امین چرمپور. این انگشت چطوری از اینجا خم میشه؟ نیمرخ کن. اگه سومی رو بگی اینجوری میشه صاف میشه. اینجوری یکی دیگه هم هست اضافه کن. واقعا آره حامد تبریزی. نه من داشتم صحبت میکردم. حامد تبریزی باختی؟ آره. تو باختی. شما باختی. چرا اسم خودمونم نوشتی؟ نویسه. نگاه نکن دست کن بردار. خب اون بر نگاه کن. ای آقا داری نگاه میکنه. عوض نکن. نگو دیگه. ایکس شهر تخصه. خب خوشگلبه. خوشقلب تخصه. بچه زرنگه. این داره یه جوری میگه که من نتونم حدس بزنم. نه میدونی کیه. تخصه خوشقلبه بچه زرنگه. زرنگ که فکر نکنم زرنگ باشه، ولی فکر میکنه زرنگه. محمد معماری. درسته؟ بیا محمد معماری برو. چجوری یه کاری کنم به بازه. آقا مهدی حالا یه دونه عقبه. بازنده باید یه بطری آب بخوره. خب اینو قشنگ زوم کن نشون بده. خوشخنده. محمد امین چرمپور. درسته؟ محمد امین نذاشتم صحبت کنم. یه بارد بینگو دو بارد هنوز داریم تا صبح. اون تو فلایت
اون رو نگاه کن، من باز کنم اینو. آقا میشه بدیم منم بخورم؟ بفرمایید. بفرمایید. منعطف، مشتی، بچه پایین. کسی نیست جز حمید آقا مشتی، حمید شربتی. حمید شربتی جزء بچه پایینای واقعی ها، جزء بچه پایین بیا پایین. شهرهای واقعیه. بیا پایین. که لفظشو بیای، اداشو بیای، خونت وسط شهر باشه، ادای بچه پایین شهر رو در بیاری نمیشه داداش. ادا اصول در نیاره فقه. نداریم چی بلنزش بشینه چیلی پلاتی بزنه، نداریم. این شخص رفیقمونه ولی خب زیاد اطلاعات ما راجبش نداریم. چیو نوشتی؟ چه صافت؟ آره با هم کار کردیم ها. میدونم چیه. بگم اون چیزه پاک میشه اگه درست بگم؟ نه الان بگم اون نه برای چه نگو. قبل از اینکه چیزی گفتی. نه آقا آدم با ادبیه، با شخصیت، آدم با شخصیت. فرشاد آجلی فرشاد گفت با هم کار کردیم چون میگه شناخت نداریم. آقای فرشاد حاج علی خیلی بچه گل، با ادب، با شخصیت، ولی خب دستان کرمی شد. زیاد با هم مثلا رفت آمد آنچنانی نداشتیم که شناخت سطحش بشه، ولی در کل بچه گلیه. بفرمایید. تناس استوریاش قشنگه، استوریاش قشنگه، ادیتور گهاری هم هست. به نظرم اگه تناز و استوریاش قشنگه و من زیاد تو استوریاش چیز جالبی نمیبینم، خودش هم زیاد بانمک نیست، ولی ادیتور خوبیه. کسی نیست جز حسن امیری، ولی واقعا حالا بچه تناز و استوریاش هم دوست داشتنی. با فرست ننگ پینگی نای ام رنگ تینسی جان تمام نشد، باختی دیگه آمد. درست جواب بدی ندی باختی. آخریشه؟ حل آخری. نه یه دونم من دارم. نه یه دونم شما دارین؟ برای چی جفتشم میخونی؟ امام حسین نخوندم اون یک قسم خودم اینو فقط وای کردم، اون تو وای کردم شما نبید. باخت آقا. خب خصوصیاتی جز ادب و بزرگی من چیزی ندارم. نمالی هم عزیزی. قاعده هستنشون خیلی شخص بزرگی هستن، آدم ساکت آروم با ادب. مهدی تبریزی با ادب. من فقط میدونم دومین اشتباهشون آقای مهدی امینی. غلط کردی اینجوری توصیف میکنی. با ادب شخصی بزرگ ادب. 3 تا باید خصوصیت بگیری. من برگشتم گفتم تو جمع گفته بودیم زای نو دیدی یس. آقا پشت سر اتفاقی یه اتفاقی پشت سر افتاد که من آقا من تو چرا خودمون نتیسیم ما هم نمیتونیم چرا خودمون
میگم برای بگیر. آقای مهدی امینی من بودم بزرگه، با ادبه و آرومه. من جر خوردم. این شخصی نیست جز آقای مهدی امینی. اصلا کاغذی داریم؟ اون قبول نیستش. 3 تا با ادب گفتیم. نه قبول نیست بابا. ایکس حالا دو تا باخت، دو تا، حالا یه دونه یا دو تا؟ نه دو تا یا یه دونه؟ فرق نمیکنه. خب مهدی تبریزی. من نه بگو. تناز استوریاش خوبه، استوریاش خوبه، فقط تبلیغ زیاد میذاره. تبلیغ زیاد میذاره. مهدی تبریزی. تبلیغ الکی گفتم که رد گمگانی باشه. واقعا این اتفاقی توی ویدیو افتاد از پشت صحنه اتفاقی افتاد که ما جلو خودمون رو نتونستیم. چیکار می‌کنه؟ سابسکرایب کنید. لایک کامنت. آقا مهدی بازنده این ویدیو بود، نتونست خوب تشخیص بده. ما از همینجا شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. چه کاری بود کردی تو؟ دیوونه ای؟ پسر اصلا آبروی آدم رفت میره چیز میشه. خداحافظ.